شهوری همین شکریش همین شهور شود جان نمیاره. این شهورها در خانه از ستون برای مردی ها یک پادشاه در اینجا رجال و قوامون انیسا میگه خدا مردها در خانه این پادشاه هم. وقتا میبینیم این زنها و خدری شهورهاشون نمیرسن به یه روزی شهور شاید دست میتیه و میبینیش روک میشه و میبینیش بدر میشه و رو دیگه درشدگی و یک خدری شهورهاشون ایسان نکا بشناسن. جنتی همین زنها هم چه؟ همین شهورهاشون ناری همیشه زنها هم همین شهورهاشون اگر بخوان همین زنها که در روز قیامت به نظر مرحمت به نظر رحمت نظر کنن به سوی زنها به سوی شهورهاشون توسط پیغمبر خدا گفتن خیر النساء امرأة اذا نظرت الیها سرتک گفتن بهترین زن همون زنی است که انسان نظر کنه به سویش خرسندش میسازه. تبسم قطعی مردک جان در وای کار که آمد در آیا پلدگی سر میگیره و پیشوازی شوهرش میآید شوهر جان آمدی میآید پیشوازی شوهرش میآید. پیغمبر خدا گفتن بهترین زن همون زنی است که گفتن مرد که به سویش نگاه کنه او را خرسندش میسازه. اذا امرتها اطاعتک گفتن وقت امرش کنه اطاعتش میکنه. اذا غیبت عنها حفظتک فی نفسک و مالک گفتن پیغمبر در غایبی شوهرش مال شوهرش صرف نمیکنه به اجازت شوهرش صرف نمیکنه و خیانت نمیکنه به شوهرش به شوهرش خیانت نمیکنه. پیغمبر خدا همین گفتن ای ما امرأة گفتن کدام زنی که نباشه. برای می برادرای عزیز زنها خوبن تعلیم و تربیهشون دور شدن اما زمانی سیوز دم همی زنها را در به طرفی ماندن به علمی در ماندن حاجی هم خیلی زنها کمبودی ندارن کمبودی های ما که تربیه کدشون نتونستیم. ولی آدم میگه دختری خوب بیام دختری خوب همه میتونه که دختری خوب تربیه کنه در تربیه کنیم همه خوب میشه تربیه کنه کنیم هیچ خوب نمیشه. این پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم 13 ساله که تربیه کرد شخصیت های رسا که دنیا را اینا حکومت میکرد دنیا را مدیریت میکردن. حضرت عمر در بالای یعنی چی از طرف شام میآید نماینده از شام میآید میبینش که در بالای همون چی یعنی بوریا خوابه میگه این پیغمبر میگه نه این صحابه این پیغمبر عمر تا قیامت عمر نامش بمانه. مردم آید به تربیه زنها هم بهترین انسان. پیغمبر خدا میگه هر جایی که زن نباشد در اونجا خوش و خرسندی نیسته. همین زن نه میان که فرزندکات پیشوازت میبرن خرسند میشه. اگر همون زن نباشه و خانه برای تو گوریستان میشه. همیدی پیغمبر خدا گفتن هر جای زن نباشه اونجا خوش و خرسندی نیست بلکه پیغمبر خدا گفتن زن چراغ خانه. اینا نگاه کنید همین خانه رکی آراسته کرده که خانه حاجی را این ینگه ها و این خواهرها و این کیلانایی را آراسته کرده حاجی را کانه میتونه نه ما دیگه. این زنها دستشون هم اگر ببینیم وجودشون یک برای ما و شما یک رحمت خدا خلقشون کرده. برای همین زنها را تربیه کردن در کار. برای پیغمبر خدا گفتن هر خانه که زن باشه در اون خانه گفتن روشنایی نیست بلکه پیغمبر خدا زن چی گفتن چراغ خانه اعلانش کردن. برای همین چراغ خانه اعلان کردن برای ما و شما برادران عزیز یک چیز برای شما بگم که زن تربیه کردن در کار. الله فی نسائکم که پیغمبر خدا از زنها از الله بترسین از زنها از الله بترسین. برای چی گفت هو عوانکم اونا اسیران شما در نکاتون گرفتنشون او را بگیرید دیگه به همون قیجون خلاص نیسته او را تربیه کردن. برای همین برادران عزیز برای که وقتا زنها را در چیز میکنن باید که مردم بسیاری هستن بیچاره زنهای هستن بیچاره مشاوراشون دیگه به سوی سلطان نمیکنن آنها را نگاهی نمیکنن عدالت نمیکنن. برای همین زنها را فهمیدن در که زنها را تربیه کردن در که زنها مادرن. پیغمبر خدا گفت به زنها اوصیکم بنسائکم فانهن امهاتکم گفت به زنها وصیتتون میکنم زن مادرای. آدم هیچ انسانی به عقل دست و سوی زنش نمیبرداره زیرا که زن مادرای. هر چند که نباشه مادرای. هزار اگر باور کنی چند باشه بعد روزی سختی در بر مردای. هر جایی که خدا مردها را یاد میکنه زنها را یاد میکنه والمؤمنین والمؤمنات میگه مردان مسلمان زنان مسلمان والمسلمین والمسلمات خدا میگه مردان مسلمان زنان مسلمان. برای همین
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن چی؟ جهان را محکمی از امهات است، نهادشان امین ممکنات است. اگر قوم این نکته را ندانند، نظام و کار و بارشان به ثبات است. بگه اگر یک زن ببینه که به حجاب باشه، بدانه که در پشتی مردهای بیغیرت ایستادگی است. بیغیرت، پدر بیغیرت داره، برادری بیغیرت داره، فرزندی بیغیرت داره. هر جایی که مردها هستن اوجا غیرت های. ولی میگه رشک این غیرت های. اگر نه رنگ رو غربی ها مانند روس ها زنا را میارن، زنا جوره هاشون عاشقاشون میارن دو خونه شتگی خطی مردی بکنن، این مردک همین جده ازبک شتگی های. اسلام ای غیرت دادگی های. یک از زن تا نگاه کنه دیوان همیشه ای نباشه. پرده ای فانوس را شمی کج آخر بسوزد، پرده ای فانوس را قومی بی غیرت چی داند قیمتی ناموس را. قومی بی غیرت چه من میگو دنیا بالای عمر میگذره، شیرینی داره، تلخی داره، دنیا میگذره. یک خیلی آدمی از بیچاره 20 سالش در جاگهی بیماری نمیبره، آرزو میکنن خدایا مرا جان را بگی. آدمای صحت پیش میگیرن میگذره میرون. این خدا رحمت کنه خال محمد که میگفت صحت بود. عبدالمنان هم میگفتیم که عبدالمنان بیچاره کسل. این حاجی خال محمد در پنبای بین ما و شما را اگر میشید حالا میته با مولودای با حشمت من میکرد، فریاد من میکرد، چه خیل بود. این کجا شد؟ برای همون شاعر میگه تو میری و احسانت نمیرد، ای انسان تو مرنده ای، تو میمری هر روز. تو میری و احسانت نمیرد، به تنگی های محشر دست گیرد. این کارهای کردگی در روز قیامت در بالای سری حاجی، در بالای سری حاجی صدقات هاش میستن. در روز قیامت این صدقات در روز قیامت برای انسان چی میشه؟ یک مانند یا زانتیک در بالای سرش میستن تا حکم برآوردن. برای همین هر چه که میکنه انسان برای چی میکنه؟ برای خودش میکنه. برای همین برادران عزیز در زندگی تو با ناموس باشین، با غیرت باشین. برای حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم امروز که مولود شای، امروز که بابای حاجی سبب جمعیتی ما شدن، خداوند در امر جان و زن و فرزند و خاندانشو بچه‌هاش پروردگارا هر هدفهای عالی دارن برآورده خیرشون بگردونن. این برادرایی که دست به سوی طی الله برداشتن از قلب ما آگاه نیستم، از قلب اینا خدا آگاهی هر مقصد مرام خیری که دارن خدا هم برآورده خیرشون بگردون. اللهم احفظنا یا فیاض من جمیع البلاء والامراض بفضلك و کرمك یا اکرم اکرمین و خیر الناصرین و صلی الله علی خیر خلق محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شهادتی میتیه بر ما و شما، بر بالای ما و شما چی؟ در روز قیامت شهادتی میتیه. برای همین خدا میگه که بشیرم و نذیرا و من تو را فرستادم که مردم بشارت بدی بر جنت. آن امت‌هایی که عمل‌های خیر، عمل‌های خوب را انجام میتیه بشارت بر جنت چون بدی. و نذیران بشارت دهنده است محمد آنهای امتانی که اگر به پیروی تو نشوند، پیروی شریعت نشوند، آنها را نذیر پندهنده استی از جهنم. که جهنم برای ما و شما معلوم است که نار جهنم چی ناری هسته که اگر ما و شما ببینیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز در کوچه های مدینه همین خیلی ایستادن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جاشون ایستادن، یک پیش رفتن و با قفا کشیدن و صحابه ها گفتن یا رسول الله دیدیم که یک پیش رفتی و با قفا گشتی، الان گفت خدا جنت برای من نشان داد. پیغمبر خدا چی گفت؟ حاضی خدا جنت برای من نشان داد. گفت خواستم یک خوش انگور بکنم، اگر یک خوش انگور از جنت میکندم تا قیامت میخوردین، یعنی چی؟ تمام نمیشد. اگر یک خوش انگور شما برای شما از جنت میکندم ای امت من تا قیامت میخوردین تمام نمیشد. جنت برای من گو نشان داده شد. پیغمبر چی؟ همچه سفیر خدا. یا یک آدم میگه از جنت کی آمده، از دوزخ کی آمده، نعوذ بالله. یک آدم هم خیلی میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سفیر خداونده. گفتم که خداوند میگه نشانم داد جنت، باغهای جنت دیدم، خواستم یک خوش انگور بکنم لیکن نکندمش، اگر میکندمش تا قیامت میخوردین تمام نمیشد. گو الان حاضر جهنم برای من نشان داده شد. پیغمبر خدا گفت جنت جهنم را دیدم، بسیار مقامی زشت بود، بسیار مقامی پست بود، بسیار مقامی یعنی غلیظ بود.
و میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که اکثری همه باشندگان دوزخ کی بدن؟ زنها بدن. با پیغمبر خدا را صحابه ها گفتن که برای چی یا رسول الله؟ گفت اینا کافر شدگیان. کافر شدگیان چی؟ به عشیره چون به شوهراشون. گفت چه خیلی کافر شدگیان یا رسول الله؟ گفت همین شوهر اگر یک عمر خدمت چون نکنه، همین زنه که یک روز یک کم بودیشه، میگه من از چی دیدم، چی خوردم، چی پوشیدم، میگه انا همیجا غضب خدا، همیجا خدا لعنتش میخوانه میخیل زنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت الان من جنت و نار دیدم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که سفیر الله ذوالجلال. خداوند چه میگه؟ سراج منیرا، ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو چراغی هستی که تا قیامت خاموش نمیشه. این چراغ میخوان خاموش کنن، لیکن خاموش کردش نمیتونن. این چراغ چه؟ خاموش کردن نمیتونن. چراغی را که ایزید بر فروزد، هر آن کس که پف کند ریشش بسوزد. این چراغ ایزید کامل کردگیه، این چراغ درخشان کردگیه. و میبینیم تمام دنیا امروز پیروان حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. در امریکا میبینیم مسلمان شده، در تمام دنیا امروز مردم مسلمان شده سن. برای چی؟ این دین اسلام برای یک تاجیک نیست، برای همه عالم. خدا میگه و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ای محمد صلی الله علیه و سلم، من تو را برای تمام عالمیان فرستادم. تمام عالمیان امروز میبینیم رو به سوی دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آورده سن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و الدین الحق لیظهر علی دین کله ولو کره المشرکون. خدا میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم، من تو را بر حق فرستادم، بر دین حق فرستادم که تو و چی؟ تو پیروز شونده است. دینی تو پیروز میشود با تمام ادیان، با تمام فکرها، با تمام نظریه ها. دین اسلام پیروز میشه. الاسلام یعلا ولا یعلا علیه. پیغمبر اسلام عالیه، اسلام غالبه، هیچ کس به غالب شده نمیتونه. برای همین خدای بزرگ میفرماید که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. میگه خدا اینا بس سخنان دروغشون اسلام ای میگن نسبت به این میتن، نسبت به اون میتن، بس سخنهای دروغشون بافواههم الکاذبه. میگه خدا بس سخنهای دروغشون میخوان که همین نور خاموش کنن. نگه خدا میگه والله متم نوره، خدا تمام کننده ای نور شای. ای محمد صلی الله علیه و سلم، این نوری تو را من کامل میکنم، در تمام دنیا پیروزش میگردانم. اگر چنین هم مردم نمیخواهند، بشریت بعضیش بشریت نمیخواهند، بعضی مجرمی نمیخواهند ولو کره المجرمون. خدا میگه اگر چندی که مجرم ها نمیخواهند، اگر چندی کافر ها نمیخواهند، اگر چندی مشرک ها نمیخواهند، خدا میگه من دین کامل کردنیم، این دین من کامل میگردانم، این دین پیروز میگردانم. برای همین خدا میگه که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، خداوند تمام کننده نور شای ولو کره الکافرون. اگر چند کافرها نمیخواهند را، مؤمنا میخواهند. برای همین برادران عزیز وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مبعوث شدن، وقتی پیغمبر مبعوث شدن، برادران عزیز ببینیم چی شده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که مبعوث شدن، تمام کسانی که در اطراف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم جمع شدن، دیگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت میکردن. چی؟ دعوت میکردن برادران عزیز، در همون مکه دعوت میکردن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت میکردن. میگه یک روز ای روزها عبدالله ابن مسعود میگه که من گوسپندان عتبه ابن معیط، میگه من گوسپند چرانی میکردم، جوانی تازه تر تازه بودم، در کوههای مکه گوسپند چرانی میکردم. میگه عبدالله ابن مسعود روایت میکنه. اون وقت میگه من ایمان نداشتم. میگه دعوت پیغمبر شروع شدگی به در مکه و دعوت پیغمبر شروع شدگی به اهمیت من نمیدادم، جوانی تر تازه بودم، در همون صحرا میگشتم. ناگاه دو جوان، دو آدمی سال رفته آمدن. گفت دو آدمی سال رفته آمدن، گفتن ای جوان همین گوسپندکات بجوش، ما شیر بخوریم در همون صحرای مکه، خیلی گرم است آخی. من میگه گفت که جگرام پاره شده است، لبام تشنه شده که همین گوسپند بجوش ما بخوریم. که میگه گفتم که اینا امانتن، این امانت، من این امانت خیانت کردن نمیتونم.
این عبدالله ابن مسعود میگه در چهره دو آدم دیدم که خرسندی ای ایتا خفه نشدن. وقتی آدم گپش بگرد میخفه میشه، اینا خرسند شدن، برعکس خرسند شدن. بعد میگه من گفتن که یک برای ما را نشان بده که قشقار با اون نزدیک شدگی نباشه، قشقار نزدیک شدگی نباشه، ما را برای نشان بده. بعد میگم یک برای نشان دادم، همین مرد مبارک به دستاش میگه همون سینه های ما را مالید. میگه چیزی خان؟ میگه سینا پر از شیر شد. میگه یک سنگ را ظرف بود، میگه آوردن هر دوش نوشیدن. میگه شیر تشنگیشون یک طرف برطرف شد. میگه من هم نوشیدم. و میگه وقتی که با این مرد مبارک با دعا کرد، همون پیستان گوسپند به اصلش گشت. میگه این مرد مبارک کیه؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و میگه گفتم علمنی یا رسول الله، ای مرد مبارک مرا تعلیم بده. گوان تا معلم، تو آدمی دانشمندی، تو که خیانت نکرد، به مال صاحبش خیانت نکرد. گوان تا معلمی، انسانی دانشمندی تو. اگه نفس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جوانی تر تازه راه پکو. میگه روز به روز محبت این مرد مبارک در قلب من زاید شدن گرفت. روز به روز میگه محبت این مرد میگه در قلب من درخشان شدن گرفت. میگه روز به روز گوسپندها را ترک کردم و پیش حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمدم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفتم مسلمان شدم. گفتم یا رسول الله، تو اگر اجازه بدی من در خدمت تو باشم. از خدمت گوسپندها به خدمت سید المرسلین گذشت. عبدالله ابن مسعود جوانی تر و تازه، فقیه اومد، داقاری مشهور در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. میگه من سالیانی دراز پیغمبر در سفر و حضر، میگه پیغمبر عبدالله ابن مسعود میگه من لازم گرفتم پیغمبر روز به روز دوست می داشتم. روز به روز به این محبت زاید شدن گرفت. محبتی من میگه روز به روز را میگه من دوست داشتم. دوست می داشتنی بود حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، تا به درجه رسید که در مدتی اندکی از فقیه ها، از عالم ها، از قاریای مشهوری زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گشت. حتی به درجه رسید که در یک جمعیت صحابه ها گفت که آیا اگر من در قرآن گفت از خودم بالاتر شخصا نیافتم در دنیا، اگر من میافتم همه اشتر من سوار میشدم میرفتم طلب علم میکردم، از خودم دانشمندتر میافتم. در قرآن آیه نیست که من ندانم برای کی نازل شدگی، برای چی نازل شدگی، همه چیز را من میدانم. عبدالله ابن مسعود را میگه اگر من بدانم که از خودم عالمتر در مابین همه امت است، از خودم بالاتر یکم دانشمندتر باشه، همه اشتر من سوار میشم میرم از همون چه علم میگیرم. من کبر ندارم، غرور ندارم، من گوسپند چرام بودم، خدا به این جره رسانیدکم، من در خدمت سید المرسلین قرار دو گرفتم. حتی به درجه رسید که اگر شما ببینین حتی از ذهنش قرآن هم می نویسانده است. همین ذهنش قرآن هم می نویسانده. در زمان حضرت عمر فاروق میگه در عرفات همین تا ایستادگی بود حضرت عمر که یک آدم آمد گو از کجا آمدی؟ گو من الکوف من این انت جیت. گو از کجا آمدی؟ گو من از کوفه آمدم. از کوفه آمدی؟ گو بله. گو من انت فی الکوفه، در کوفه کی؟ گو امیر کوفه ام. بر امیر کوفه ام. گفت الان گفت حاجی در کوفه کی امیر کماندی؟ گو یا آدمی را ماندم که از ذهنش قرآن هم می نویسه، از ذهنش قرآن هم می نویسه. حضرت عمر گفت که او کیه؟ گفت که او قرآن از ذهنش می نویسه. حضرت عمر در غضب آورده ای آدم. بعد ای آدم گفت که عبدالله ابن مسعود ماندگی هم. به حضرت عمر در جاشش گفت مانند عبدالله ابن مسعود در عصر ما عالم، دانشمند، فقیه نیستی. حضرت عبدالله ابن مسعود گوسپندچران بود. اولین کسی بعد پیغمبر قرآن در درون حرم آشکار قرآن خوانده کی بود؟ عبدالله ابن مسعود بود. زدنش چنان زدنش برای قرآن آشکار خواندنش
تایی خونش کردن و دیگه قرآن خوان، قرآن رو به آشکار در درون حرم خواندن، لحت و کوبش کردن. حتی ابو جهل گوی گوسپنچران، ای گوسپنچران اینه اوی نکی گوسپنچران بس سید المرسلین در خدمتگار شدگی بود. سبحان الله. حبیدی هو الله جل عبدالله ابن مسعود واقعا چی بود؟ این فقیه و این دانشمند و این شخصیت معروف بود در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. حتی در زمان خلافت حضرت عمر هم یک شبی میگه تاریک بود، همین بگم یک شبی تاریک بود، یک کاروان میگه آمد، یک کاروان آمد میگه حضرت عمر فریاد کرد گفت سینی یک آدم گفت که فریاد کنم این کاروان کیان؟ ای کجا آمدن؟ من فج العمیق الى البیت العتیق گفتن. من این انتم جیتم گفت از کجا آمدین؟ گفت من فج العمیق الى البیت العتیق، ایا وادی دور آمدیم به سوی خانه خدا رفته ایستادیم. به حضرت عمر همین سخن کشید گفت در مابین یاگم عالم هستی، در مابین یاگم عالم هستی. فریاد چون که بگو کدام آیه در قرآن عظیم‌تره؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. گو آیت بزرگتر کدام آیت محکم‌تر در قرآن است؟ ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان برای مردم خوان. عبدالله ابن مسعود گفت همین آیت. گفت کدام آیت در قرآن یعنی خوفناکتر است؟ لیس بیامانیکم و امانی اهل الکتاب. همین آیت را خوان عبدالله ابن مسعود. بگو کدام آیت در قرآن جامع‌تر است؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. خواندن عبدالله ابن مسعود. بگو کدام آیت در قرآن امیدناکتر است؟ کدام آیت در قرآن امیدناکتر است که انسانها را، بندگان خدا را امیدناک میسازه، با امید میسازه؟ به عبدالله ابن مسعود امیر خون که قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو غفور رحیم. همین آیه را چی خواندن؟ بعد حضرت عمر رو گفت که بگوشون که آیا در مابینشون عبدالله ابن مسعود نیست؟ افیکم عبدالله ابن مسعود در مابین شما عبدالله ابن مسعود نیست؟ گفتن عبدالله ابن اللهم عبدالله مسعود فینا. گفتن اللهم عبدالله ابن مسعود فینا. عبدالله ابن مسعود قطیما ای گفت. و در همینجا چی؟ حضرت عبدالله ابن مسعود خودش آشکار کرد، عالم بهترین صحابه. حتی حضرت عمر هم گفت که یک روز ما وقتا گفت پیغمبر خبرگیری رفتیم یک روز میگه پیغمبر در خانهش بود، میگه که پیغمبر نیافتیم. به مسجد رفت، میگه رفتیم که پیغمبر همیتا عبدالله ابن مسعود در قرآن خوانده سر در مسجد ای آمین گفته ایستاده، آمین گفته ایستاده پیغمبر. یک از قرآن بخونم پیغمبر آمین بگه چه خیلی سبحان الله. یا بندش آمین بگه چقدر یا عالی مگر آمین بگه بگم دعای فلانی ها گریتیم پیغمبر آمین گفته ایستاده، آمین گفته ایستاده، آمین آمین آمین. و میگه سینما گشت گو که میخفارتون که قرآن تر تازه از زبان جبرائیل بشنوین؟ گفتم بله. گو از عبدالله ابن مسعود بشنوین، از زبان عبدالله ابن مسعود بشنوین. حتی عبدالله ابن مسعود پیغمبر خدا گفت یا عبدالله اقرا علی من القرآن، از قرآن برای من بخوان. گو اقرا و علیک انزل یا رسول الله، قرآن برای تو بخوانم و حالا که قرآن برای تو نازل شده ای. قرآن برای تو گو بخوانم یا رسول الله، قرآن برای تو نازل شده ای. گو یا عبدالله بخوان قرآن. اینی احب ان اسمع من غیر. گفت میخوام قرآن از غیرم بشنوم، میخوام قرآن از دیگرها بشنوم، دیگرها بخوانند بشنوم. و میگه فقرات من سورة النساء حتی جئت من هذه الآیه کیف اذا جئنا من کل امة بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. من میگه همینجا پیغمبر فالتفت الی وجه نبی، به سوی پیغمبر نگاه کردم و عیناه تذرفان، چشمان پیغمبر پر از آب دیده بود. پیغمبر گریان شد. عبدالله ابن مسعود قرآن که خوان نگاه میکنیم چی؟
عبدالله ابن مسعود قرآن که خوان، پیغمبر گریان شد. این آیت چی معنا داشت که پیغمبر را گریان کرد؟ خدا میگه ای محمد برای تمام امت در روز قیامت شاهد میارم، اما من تو شاهد بر بالای همه امتت میارم. برای همین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گریه میکنه. برای کی گریه میکنه؟ برای امتش گریه میکنه. برادران عزیز، سبحان الله. اگر این پیغمبر خدا چی؟ گناه پیشینه عقیبگینش خدا بخشیدگی ای لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. گناه اولی کسی را که در جنت براش کشاده میشه که ای حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ای، نه که برای امتش پیغمبر گریه میکنه. عبدالله ابن مسعود شخصیت به حد بزرگوار و شخصیتی بودن که دایم در خدمت اسلام و مسلمین بودن. حتی همین ابوذر هم در یک جنگ از جنگ ها میگه در یکی از جنگ ها ابوذر غفاری در جنگ خفا موند و گمش کردن. با پیغمبر خدا گفت به کاوم با کافتن هم صحرا در یافتنش بگو ای ابوذر، ای ابوذر گفت تنها میگردی، نگه تنها گو زندگی میکنی، تنها منبری، جنازه تر یک گروه مسلمانان میخوانند، بگو در روز قیامت با تنها میخیزی. تنها میخیزی. ابوذر غفاری در زمان حضرت عثمان زبدیه میگن در یک صحرا هموجا زندگی میکرد. بعد ابوذر غفاری هموجا زندگی میگه کرد قطعی همی زنش بود، خودش بوده همی زنش دیگه ایش که نبود. که نفس پیغمبر رفت آخی. بعد میگه هموجا زندگی میکرد. بعد میگه ناگهان چیکار کرد؟ بعد میگه زنش وقتی مردن ابوذر غفاری زنش گریه کرد. بعد سینی زنش گفت که چی گریه میکنی؟ آخه برای تو گریه مینم ابوذر. تا این صحرا هیچ کس نیست که ترا جنازه تا بخونه، تکفینت کنه، کفنت کنه. امروز کسی نیست که ترا دستگیریت کنه. امروز چیکار کنیم؟ گفت سینی زنش گفت که زنه گریه نکن، غمگین نشه. حبیب خدا من گفتگی بود که ابوذر تو تنها میبری، تنها میخزی. ترا یک گروه مسلمانان جنازه ترا میخوانند. ابوذر غفاری و میگه در همین حالت میگه سینی زنش گفت که زنک جان غمگین نشه، روح افتاده نشه، من همین چهارراه را ببرا. بعد مردن من برو در همه جا چهارراه ده یک گروه مسلمانان میان جنازه من میخوانند. بگن یک گروه مسلمانان با میگه برآمد، زنش میگه برآمد هم چهارراه که عبدالله ابن مسعود قطعی یک کارمان آمده ایستاده. گفت چیکار میکنی زنی ابوذر گریه میکنی؟ گفت ابوذر ای دنیا گذشت آخی، گریه من همینه. گفت گریه نکن. با پیش در آمدن رفتن، یعنی ابوذر غفاری میگه کفن کرد عبدالله ابن مسعود و جنازش خواند و یعنی به سرای آخرت روانش کرد. این عبدالله ابن مسعود بود، یک گوسپندچران در زمان پیغمبر. اینقدر فقیه، اینقدر دانشمند، اینقدر انسانی والا می شود. برای چی؟ برای آنکه خداوند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعلیم دادگی بود. علمنی ربی میگه